دکان ها باز است، همگی هستن و خوب بار داره. دکان ها هم باز است، از دیفکتو شروع تا اخبار موبایل و همه اینا رو میبینیم و براتان بر تصویر میکشم. شارنو حتما دیده میره، هیچ امکان نداره که شارنو نبیاد. نمیشه قامت میگیرن همینجا، منظور ازی که هم وقتی که میباشن نمیشه یک هتل میگیرن، هتل ها زیاد است همینجا تا وقتی که برن دوباره همینجا میباشن. تا کلش جنوی ساختمان عزیز اون کابورا هست، رستورانت کابورا نیاز به معرفی نداره دیگه. وقتای آخر بسیار غوغا به پا کرده، همگی میشناسش. از سرک این طرف بینیم موتر نزنه ما را. ایلان کروزا رو بینیم چقدر زیباست دوستان، ببینیم موتر نام خدا. سلام و درود مسار شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان. نهایت گرامی، روز قبل گله کرده بودین کامل شهر نو دارید یک وقت فرصت آمدی هیچ چیز نیست، دکانا بسته است. باش که دوباره براتون به تصویر بکشم یعنی دلتون چیز نگرده. نمو شلوغ‌ترین ساعت شهر نو ما آمدیم که همه دکانا باز است، همگی هستن و خوب بار داره. دکانا هم باز است، از دیفکتو شروع تا اخبار موبایل و همه اینا رو میبینیم و براتان به تصویر میکشم. دکان‌های پیشن هستن دوستان عزیز که البته بسیار قیمت هستن، بسیار زیاد. یعنی اگر یک برزو و یکی کلا نمی کیت برزو و همون زیرپوش همراه بلوسش در منده کابل اگر شما پیدا کنین به 11 افغانی، اونمو چیزه، اونمو کیفیت دیجه یک مثلا برتان میته در قیمت‌های 5000 افغانی. باز اینجا دوستان عزیز بعضی از چیزا زیادتر پیدا میشه که کاپی درجه اول از برندهای مشهور هستن که اونا رو دیگه باز قیمت‌تر هستن و دیگه بخی اصلیشون پیدا میشه و اصلی بسیار کم هست. طرف دیگه دوستان عزیز خانه های قدیمی شهر نو است، نمیفهمم چی هستی، شما میتونید برای ما در کامنت ها بنویسید. این طرف دست فروش ها هستن دوستان عزیز. شهر نو یک پیاده رو بسیار بزرگ داره، مثل از امو سیلو و این طرف ها بسیار بزرگ است. پیاده روش جای هم به کراچی هست، هم به پیاده روی و هم به دکان ها که محصولات خود نمایش بانن. مارکت های قالین های زعفران زرغون این خارجی هستن دوستان عزیز که افغانستان آمدن، سیاه ها هستن، تورست ها به دیدن افغانستان. من گفتم سیاه که بیاین دوستان عزیز حتما کابل دیده میره، شارنو حتما دیده میره، هیچ امکان نداره که شارنو نبیاد. نمیشه قامت میگیرن همینجا، منظور ازی که هم وقتی که میباشن نمیشه یک هتل میگیرن، هتل ها زیاد است همینجا تا وقتی که برن دوباره همینجا میباشن. اینی هتل هست مثلا کابل سلطس هتل و مرکز تجارتی شهر نو که عزیزی بانک هم دمیجا موقعیت داره. فروشگاه سهولت هم یک نمایندگیش میشه از دوستان عزیز. آسمان کابل همچنان دوستان عزیز ابری هست.
شمال هم هست، ابری هم هست، خزان از این برگار ببینید دوستان عزیز که ریخته میره، چه یک فضای را ساخته. مارسل جوس، شوبیدو و دوستان عزیز فکر کنم پارک مال است. یا پارک تاور است، پارک تاور است دوستان عزیز. پارک مال اون طرفتر است. پارک تاور اون طرف هم تانگ تل دولتی شهر نو است. اون طرف دوستان عزیز اون طرف زیاد دیدیم. اون روز هم کامدیم از امور رفتیم. امروز میخوایم که همین طرف برتان نشان بتون بود دکانای بود فروشی است. از که چرت و بوتایی که طبی است اینجا میتونیم پیدا بکنیم. پشمک بگیم دوستان عزیز. یکان تو که نامزادهای خود میگه یا همراه خانمای خود دیگه و از چیزا میخره. میوه‌دانی های میوه خشک هستن. طرف شورما فروشی ها دوستا نمیدونم خدا شورما را خوب دوستان تو با پیش میریم یک سلو مختاویر موبایل دو طرف هم پارک شهر نو از دوستان عزیز که روز هم دیدیم از طرف کجا خوب که میگن بازسازی میشه دیگه نمیفهم که واقعا بازسازی میشه یا نه. بایک فروشی و هم دست فروشی هست. یه دوکانان این دوستان عزیز همین چیزا هست. چادرهای شهر نو دوستان عزیز به یک بازسازی نیاز داره. اگه شهروال کابل توجه کنه این پیاده روا هم به یک بازسازی نیاز داره مثل دیگه جای مثل دی افغانان، جاده ملک فهد، سرک دوم. شیرینی رضوان دوستان است کم کم در سرک بریم. اگر سرک هم نشانتان بتم باز نگوین که بیرون شهر نوید ندیدیم. از بغل میریم که هم سرسرای شما نبرایه و هم مشکل نباشه. این دوستان عزیز پارک مال هست که در روز گذشتم دیدیم. میره زیاد دیدیم کلا قدر ضرور نیست که ببینیمش. شورمی ارغوان، شیرینی سرای پاریس، اسپوجمای پلازا کلش رینوی ساختمان از دوستان عزیز. نوم کابورا هست، رستوران کابورا که نیاز به معرفی نداره دیگه. وقتی آخر بسیار غوغا با پا کرده همگی میشناسش. از سرک این طرف بینیم موتر نزنیم ما را ایلن کروزا رو بینیم چقدر زیباست دوستان. ببینیم موتر نامخدا مدلای نو آمد بسیار زیبا بود دوستان. من خوش آمد. خب دوستان عزیز امیدوارم ویدیو خوشتون آمده باشه. از ویدیو لذت برده باشین.
ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنین سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همیتونه به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه حق باشین. الله حافظ و مددگار همیتان.